امروز اگر جوانای از شما در کوچه میبینین که یک دختر در دست مثال گویم دستش در دست یک بچه است، اگر تو را خدا غیرت داده باشد همون جوان مثال میتونی که پند موعظه کنی. چگونه که حضرت عمر رضی الله عنه خدا رحمتش کند که غیرت او را اگر امروز در این جهان ما تقسیم کنند شاید به همه مردها غیرت او رسد. قدر غیرتی بلند داشتند که در شهر اگر مرد همراه زن یک جا می دیدن دست به دست نه، فقط پهلو به پهلو نشستگی یا یک زل قدم زنان با دره می زدن یک دیگر را جدا می کردن. سلام علیکم برادرها. بسیاری شما برای پیگمنتاسیا یعنی برای کسل پوست پیچیدگی درست رقم که پیگمنت و پریزوس و اندوستومای انشاءالله 100% کفالت داره. مرحمت زنگ زنید به همه شهرها دسترسی میکنید. کودک هایی که از پیشاب تنقیسی میکشند و تیز پیشاب میکنند پس این مشکلی هست. با شما شفافرما سیستیت اونریز رو توصیه میدهد که شما میتوانید این مشکلی رو حل کنید. میگفتن در کوچه تو زنی اگرچه قانونی او هم که باشی تو حقوق نداری که در کوچه دست و در دست شوهرت باشد. این در حقوق نداری، زیرا که این عمل تو با جوانها تاثیر دارد. به این خاطر امروز همون جوانی که اگر گویم دخترها را در آغوش میگیرد یا دستی او را گرفته یا میانی او را داشته و راه میگردد، وای بیچاره آدم جاهل است، وای عاقبت چه نمیداند. نه این دختر میداند نه این بچه از عاقبت چون چیزی نمیداند که عاقبت این کار چی میشود. بسیار عاشقا را دیدیم که با خودسوزی و با خودکشی رفتند. بسیار عاشقا را دیدیم که در زندان ها خوابیدند. بسیار عاشقا را دیدیم که گویم که خانه های چند آدم های حلال دیگر را باز حرام کردند. از این خاطر جوان عزیز میتونی که تو را نصیحت کنی، میتونی که وای فیراد زنی گوی برادر عزیز همین کوچه ای که ما و شما حرکت داریم و همین نام اسلامی که در تو هست این زیبنده نیست که تو دست این دختر بیگانه را تو در دست، اگر چیز زنت باشد حتی دست زن تا داشتن این جوان مردی را نشان نمیدهد. بسیار خوب میشد. حدیث پیغمبر است اذا رأى منکم منکرا فلیغیره بیده. هر وقتای شما یک منکرات میبینین، یک کاری نادرست با چشم دیدین، با دست هاتون تغییر دهید. امروز اگر چی ما اونها را گوییم که با دستمون زده نمیتونیم، لیکن در دوام حدیث حبیب خدا چی گفتند؟ فإن لم یستطع فبلسانی. اگر با دست ها کی شرایطش نباشد با زبانتون اونها را نصیحت کنید. و این لم یستطع اگر با زبانتم که نتوانستی فبقلبه و ذالک اضعف الایمان. با دلت ویا بد ببین، لیکن با دل بد دیدن این نشانه ضعیفی ایمان ما را نشان میدهد. به این خاطر امروز ما میتونیم همون جوان پسرها همش بچه های ما و شما هستند، همون دخترک ها همش خواهر و دخترای ما و شما هستند. همونا را میتونیم فریاد زنیم که ای خواهر عزیز همین عشق بازی تو داری، من تو را به خدا قسم میخورم آینده نداری. تو الک گویم زندگی حلال پاکیزه را دریاب کرده نمیتونی، آینده تو فرزندای سالم و صالح به دنیا آورده نمیتوانی، تو دیگر مادر اساسی شده نمیتوانی. تو در بین چشم اینقدر مردم، در بین مردم آشکارا زنا داری. این زنای دست است، این زنای چشم است. تو داری این از آیندت فکر نمی کنی. اگر وی تو را دشنام دهد در هر یک دشنامش 100 ثواب از نزد الله میگیری، اگر تو را دشنام دهد. لیکن انشاءالله من باوری دارم از بین همین 10 همین عاشقای بی عقل شاید 1 یا 2 نفر شما و شما را دشنام دهد، لیکن اکثریتش انشاءالله قبول می‌دارند. برای همین انشاءالله شما میتوانید، اونا همش فرزندای ما و شما هستند، حق داریم که اونها را نصیحت کنیم. حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه خدا رحمتش کنه در فتواها میگه که اگر به پیش قماربازها گذشتی قماربازها را سلام بده. ببین قماربازی حرام است. وقتی میگه تو سلام میدهی و وقتی که به تو جواب میگرداند، یعنی حداقل 1 لحظه از همین کار حرام دور میشود کو. به این خاطر ما میتونیم که همون را 1 لحظه فریاد زنیم، هر دی اونا را نصیحت کنیم. پدرها و مثال کدام کلانترایی که هستین اونا را دیدن پس دشنامشان نتین، بلکه اونا را فریاد کردن نصیحت کنیم، انشاءالله خوب میشوند.
السلام علیکم برادران خیلی عزیز و خیلی گرامی. اولا همه شما برای این روز بندگی خدا به این مسجد خوش آمدید و از پروردگار مسئلت دارم که خدای مهربان در هر قدم های شما حسنات کتابت بفرماید و همه سیئات شما را، همه گناه و لغزش های شما را خدای مهربان مغفرت بگرداند و همه شما را خدای مهربان عمر دراز و خاتمه بخیر و آینده نیک را خداوند نصیب بگرداند و هر آرزو و امیدهایی که در دل اهل این جمعیت است خدایا با فضل و کرم خود برآورده بگردانی و محبت بندگی را، محبت قرآن و اسلام و محبت این ادا کردن نماز جمعه را در دل ما باز هم بیشتر، در دل اولاد و اجداد ما و در دل آن بندگانی که امروز به خاطر این دنیا شده ترک این فرض الله دارند، در دل اونها هم خدای مهربان عشق این نماز جمعه را جایگیر بگردانی و خدایا خاتمه کار ما بندگانت را بخیر و خدایا این وطن ما را، این جمهوری ما را آباد و زیبا بگردانی. آمین و رب العالمین. میخواهم یک حدیثی را از حبیب خدا تحلیل کنم و بعدا انشاءالله موعظه ما و شما امروز دوام همون جمعه گذشته که سوالهای خیلی زیاد داریم جواب میگردانیم. حدیثی هست که راوی این سلمان فارس است که من جمعه گذشته یک حدیثی را از حضرت سلمان برای شما خواندم که همگی حضرت 57 حدیث از حبیب خدا روایت کردگی هستند و این جمعه هم خواستم یک حدیثی را از حبیب خدا که روایت کنندش سلمان فارس است و گوش شما برسانم. سلمان فارس خدا رحمت و مغفرتش کند که جمعه آینده من برای شما قصه اسلام آوردن ایشان حکایت کرده بودم و بسیاری یک حیاتی خوب را سپری کردند، بسیار عشق ورزی در راه بندگی خدا کردند، بسیار جانبازی ها در راه مستحکم شدن و برپا شدن دین اسلام جانبازی ها کردگی هستند و بسیار مردی با تقوا و بسیار مردی پرهیزکار بودند. حتی در حکایه ها میارد چند وقت میگوید با ابو دردا در یک جا زندگی میکردیم، در یک حولی بودیم، لیکن ابو دردا بسیار روزه میگرفت و بسیار شبها تا به روز عبادت میکرد. گفتم ای ابو دردا، این روزه های بیشماری که تو میداری و این بندگی که از شب تا به روز تو با داد و فغان و با یک جگرهای سوخته انجام میدهی، تا آیا حدیث حبیب خدا را فراموش کردی که رسول خدا گفتند ان لبدنک علیک حق ولأهلک علیک حق ولزوجک علیک حق فاعط کل ذی حق حقه. آیا این حدیث تو فراموش کردی که بدن بالای تو حق دارد، اهل عیالت بالای تو حق دارد، فرزندهات بالای تو حق دارد، هر صاحب حق را حقش را ادا کن. وقتی ابو دردا میگوید ای سلمان فارس، تو مرا از بندگی خدا من میسازی؟ گفتم نه، من نمیسازم، لیکن این چونین عبادتی که تو انجام داده ایستاده ای اینها را حبیب خدا نهی کردن. میگوید وقتی ابو دردا نزد حبیب خدا که آمدن و گفتن که سلمان همچنان میگوید، حبیب خدا چی گفتن؟ گفتن سلمان سرشار علم است. گفتن یعنی آن چیزی که سلمان گفتن حق گفتن و سلمان این چه سر بسر گفتن، همه گفتارش علم هست. از این خاطر بسیار آدمی گویم بزرگ و بسیار آدمی مجاهد در راه پروردگار و خدمتگار در راه اسلام بودند.
از مال دنیا چیزی نداشتند، هیچ چیز از مال دنیا. حضرت سلمان در حکایه ها میارد که چیزی از مال دنیا نداشتند و حتی محبت این دنیا را هم در دلشان جای کردگی نبودند. وقتی سعد ابن ابی وقاص میگوید دوره که حضرت سلمان در نزع جان بود، در سکرات، حضرت سلمان دوره های ابوبکر در زنده بودند، حضرت عمر در زنده بودند، حضرت عثمان رضی الله عنه در جان به حق تسلیم کردند. وقتی میگوید سعد ابن ابی وقاص که من زیارت حضرت سلمان آمدم و نگاه کردم حضرت سلمان بسیار گریه دارد. گفتم ای سلمان این قدر گریه، پس چرا تو گریه میکنی؟ گفت والله که من برای دنیا و برای عمر و برای اینها گریه ندارم، بلکه این سیاهی که در اطراف من میبینی برای این سیاهی ها من گریه دارم. میگن مطلب سلمان از سیاهی همون مالی که در خانه داشت برای همون مال بود. گفتن وقتی سعد میگوید من نظر کردم به مال سلمان، نگاه کردم یک کاسه برای طعام خوردن داشت و یک آفتابه برای طهارت کردن. گفتن این دو چیز از من میراث ماند، از این سیاهی هستن. گفتن یعنی اشاره به این قدر محبتی بر دنیا نداشتند. همگی در حالت نزع جانش حکایه میکند عائلش که وقتی که جان به حق تسلیم میکرد گفت همون چیزی که من پنهان کرده بودم همون نزد من بیار. وقتی آوردن میگوید در یک خلطه یک خلطه مشک داشت، یک خوشبویی داشت، همون گرفت گفت یک ظرف آب بیار. ظرف آب آورد، میگوید در همون کوزه میگوید همون مشک مثل آرد بود، میگوید ریخت و همون میگوید به دستش کمی میگوید یعنی عررش کرد و گفت در اطراف من همین بپاش. گفتن همون خوشبویی را میگوید در اطرافش پاشیدم. عائلش میگوید و من امر کرد که از در بیرون شو، گفت و دروازه را بالای من بپوش. وقتی دروازه را پوشیدم میگوید یک لحظه پس وقتی دروازه را گشادم که جان به حق تسلیم کردگی بودند. یعنی از مال دنیا حضرت سلمان چیز باقی نگذاشتند. همین دوست خدا حدیث روایت میکند که لا یغتسل رجل یوم الجمعه و یتطهر ما استطاع من طهر و یدهن من دهنه او یمس من طیب بیته ثم یخرج فلا یفرق بین اثنین ثم يسأل ما كتب له ثم ينصت اذا تكلم الامام الا غفر له ما بينه وبين الجمعة الاخرى. رواه بخاری. حبیب خدا چی گفتند؟ وقتی روز جمعه می شود گفتند بندگانی که در خاندان غسل میکنند، بندگانی که در خانه برای ادا کردن نماز جمعه پیش از نماز جمعه آبازی میکنند، بدنهاشون میشویند، تازه میکنند. و یتطهر ما استطاع، بدنهاشون پاکیزه میگردانند آن مقداری که قوت دارند، آن مقداری که قوت دارند بدنهاشون پاکیزه میگردانند. در دوام حدیث حبیب خدا گفتند بعد از شستن بدنهاشون خوشبویی میکنند و یدهن من دهنه، بدنهاشون در خوشبویی میمالند. بعد از آن به سوی جمعه می آیند فلا یفرق بین اثنین. حبیب خدا وقتی که گفت در اثنای را به نماز جمعه می آید بین دو نفر جدایی نمی اندازد. مقصد وقتی از خانه که به نماز جمعه به مسجد می خواهد که حاضر شود، در راه می بیند که دو نفر صحبت کرده آمده ایستاده است، بین اونها نمی درآید، در بین اونها خودش را شریک نمی گرداند. زیرا در حدیث های رسول اکرم لا یحل لرجل ان یفرق بین اثنین میگوید اجازت و حلال نیست برای شما وقتی میبینین دو آدم در یک جا صحبت دارد بین اونها در رفته اشتراک کنید یا رفته صحبت اونها را گوش اندازین. این اجازت در اسلام نیست. یا اینکه اگر وقتی ما و شما از خاندان که به نماز جمعه روانه میشویم، وقتی در راه میبینیم که دو برادر با یکدیگر یک صحبت دارن، یک مسئله را حل دارن،
شرط نیست که ما و شما در بین اونها درآییم، شرط نیست که صحبت اونها را ما و شما پاره و قطع سازیم. یا شارعای حدیث گفتند وقتی که تو آبازی کردی، بدن تا خوشبویی انداختی، لباسهای زیبا و ببوی پوشیدی، در راه آمدن در فقط به ذکر خدا مشغول باشی. تا اینجا آمدن باید تو از غیبت و از گپ‌های بیهوده باید دور باشی. افسوس که امروز بعضی از برادران ما و شما از خانه بیرون شدن تا نماز جمعه گوشت برادر مسلمان میخورند. تا اینجا آمدن چندین برادر مسلمانش غیبت کرده، چندین برادر مسلمانش دشنام داده می آید. حبیب خدا گفت اگر تو غسل میکنی، خوشبویی می اندازی و در راه با کسی آزار نمیدهی، وقتی نماز جمعه دا آمدی اشتراک کردی، ثم یصلی ما کتب له، بعد از آن تو نماز جمعه را که ادا کردی، ثم ینصت اذا تکلم الامام، حبیب خدا شرطا گذاشته ایستاده است. بعد شستنی بدن، بعد خوشبویی کردن، بعد آمدن به جمعه کسی را آزار نده، کسی را در راه تو غیبت و دشنام نده، در بین دو برادر که صحبت دارد تو سیومی اونها نشو. و دویم اینکه وقتی که امام خطبه میخواند، در حالت خطبه خواندن امام آرامی را تو باید رعایت کنی، آرام باشی. وقتی امام برایت در منبر و خطبه خوانی در سر میکند، حالت خطبه حالت گوش کردن است، حالت آرامی هست. حتی در حدیث های رسول اکرم میگوید اذا قلت لصاحبك یوم الجمعه انصت والامام یخطب فقد لغوته. حبیب خدا میگوید وقتی امام بالای منبر میبراید و خطبه میخواند، تو اگر میبینید دو برادر یا یک کس صحبت دارد، به جانب او گشته گویی خب کن، جمعه هاتان باطل میشود. حتی خاموش دارنده ثواب جمعه را نمیگیرد. کجا جایی که وقتی آدمی که در حالت خطبه خواندن امام گپ میزند یا گویم که به بیهوده گویی مشغول میشود. انا رسول اکرم گفت کسی که این عملها را انجام داد و به نماز جمعه آمد، این وظیفه ها را همگی را اجرا کرد، الا غفر له ما بینه و بین الجمعه الاخرى، انا که از این جمعه تا جمعه گذشته همه گناه های تو را پروردگار مغفرت میکند. زمانی که اگر تو بدنهای تازه و بدنهای خوشبوی و در راه گوشت برادر مسلمان تا نمیخوری، غیبت نمی اندازی، خب جنگ و فتنه و سخنهای بیهوده نمیگویی، بعد از آن آمده جمعه را ادا میکنی، در حالت خطبه خواندن امام به گپ‌ها و کارهای بیهوده مشغول نشدی، این ثواب و این بشارت پیغمبری خدا را تو برخوردار میشوی. برادرای عزیز و گرامی، اینجا یک سوال است، شاید نوبتی اون می آید نمی آید، درباره تازگی از همه شما دادرای عزیز. من باید در اطراف تازگی باید صحبت‌های کم داشته باشم، زیرا که همه شما الحمدلله که بچه های نمازخوانین، الحمدلله که چندین بارها از خوشبویی و از تازه گشتن شما چندین حدیث های رسول اکرم شنیدگی هستین. به این خاطر وقتی به نماز جمعه می آیین لباس های تازه تان پوشین، لباس های بی بوی بپوشین، لباس های افلاس نباشد، لباس های چرکین نباشد، کونه هم که باشد تازه و گویم بوی عطر داشته باشد. این حالت در شما بسیار یک ثواب کلانی را نائل می شوید. بعضی برادران حتی که همون جویربه هایی که می پوشند، در پهلوش برادرش از او شکایت دارد، در پهلوی او برادرش نشسته نمیتواند از بوی بدی بدن او یا از بوی بدی جوربی که وی پوشیده است. از این خاطر تو در عزیز وقتی مسجد می آیی بدن تو باید بی بوی باشد، که این در حتی در نزد گویم عبادت و در نزد هر یک عمل انجام میدهی و حسنات و نیکی های تو را دور میگرداند. السلام علیکم اکای حاجی مرزا، سوال دارم. آدمایی که شرایط ندارند دسترخوان کردن در
قربانی کردند اگر کنند چی می شود؟ دوم، غسل در خنکی، در بی‌سویتی، در بی‌شرایطی، آب خنک البته ضرر دارد، چی باید کرد؟ برادرانی که الحال سخن مرا شنیده ایستاده این، یا اینکه گویم کسی که نباشد آینده هم این سخن مرا میشنود، من در اطراف آن شخصانی که شرایط ندارند لیکن روز یکشنبه به همه ما و شما معلوم است که عید قربان است و این روز ما و شما به زمین نداشتن، با زمین بی شرایط بودن، باز گویم با طریق قرض است، با طریق یگان اسباب خانه را فروختن است تا که دسترخوان من آرا و تارا و تا که دسترخوان من از دسترخوان مثال گویم فلان بای بچه هیچ فرق کننده نباشد. این صحبت ها را خیلی ما طولانی در باب صدقه برای شما صحبت داشتیم. اسلام هیچ وقت دینی سختگیر نیست، هیچ وقت بالای ما و شما هیچ مشکلات از زم کردنی نیست، بار کردنی نیست. خداوند در قرآن لا یکلف الله نفسا الا وسعها، هیچ بنده را از قوتش دیده زیاد تکلیف نمیتون، هر یک انسان موافق قوتش. به این خاطر دادرای عزیز، اگر شما اراده ثواب داشته باشین و قرض کنین یا چیزی از خانه را فروخته و دسترخوان هاتان را زیبا کنین، یا اینکه گویم که شرم و حیا گویا شرم خودتان شکندنی باشین، شما در این دسترخوان چیزی از ثواب نائل نمیشوید. یا اگر برادری که قرض میکند و قربانی میکند، اینم ثواب ندارد. قربانی برای آدمی بای است، برای آدمی با دولت است، برای آدم هایی که بی شرایطند، دولت ندارند، مال ندارند. به گردن شما خداوند قربانی را واجب نگردانیده است. برای چی ما خودمان آن چیزی که به ذمه من واجب نیست به ذمه خود، به دوش خود میبرداریم. از این خاطر هیچ ثواب در آن دسترخوان نیست. دادرای عزیز، دیگر که زمانی او شرم و زمانی که همسایه مرا طعنه میکند و زمانی که مثال دیگر و دیگر، اینها را دیگر ترک کنیم برادرای عزیز. امروز ما باید پیرو قرآن و پیرو احادیث های رسول اکرم شویم، پیرو گفته های مردم نشویم. وای به حال همون مردمی که آمده و دسترخوان مرا نگاه کند که اگر دسترخوان من خراب باشد و او طعنه بر دسترخوان من کند، والله که وای ایمانش کامل نیست، وای ایمانش کامل نیست. او چی حقوق دارد که دسترخوان مرا گویم کم بودیش میگیرد؟ وای نمیداند که حال من چگونه هست. از آن که من شکم این گونه تن پرست ها را سیر میکنم، شکم فرزندم، شکم عائلم برای ما فرض و واجب است. اینا برای ما ضرور هستند. چی کنم که وقتی همسایه مرا طعنه نکند گفته و برای او بهترین دسترخوان آماده کنم، لیکن از بعد عید بعد در ادای قرض کنی شوم؟ این چی معنی دارد؟ برای همین دادرای عزیز و برادرای مهربان، وقتی چی دسترخوان را که میبینین زیاد دارد کم دارد، باید که شکرانه به سوی خدا کنین، دعا کنین کم باشد خدا نعمت در این خاندان زیاد کن. رفتین میبینیم دسترخوان خوب است، باز دعا کن که خدایا باز سخاوت این مرد زیاد کنه. بالای دسترخوان او ما در حال گویم غضب و قهر پیدا نکنیم که از کجا آورد و از کجا آورد و فلان فلان. برادرای عزیز، مسئله دومی که گفتن، بسیار جوانالی سوال ها، چند سوال است اینجا که سحر میخیزیم احتلامی شدیم، مثال شرایط نیست که آب گرم کنیم، یا اینکه بعض انسان های هستن میگوید با عائلت خانه‌داری میکنی، سحر میخیزی شرایطی آب گرم کردن نیست، چیکار کنیم؟ تا حد امکان همه شرایط دادرای عزیز استفاده میبریم، همه شرایط،
چی با طریق گاز باشد، چی با طریق هیزم باشد، چی با طریق سوید باشد، از همه این اگر محروم باشی و هیچ امکانیت پیدا کردن آب که نباشد، این حالت در شما طهارت خالی کنین، نمازاتون خوانین تا زمانی که با این شرایط برای شما مهیا شدند. شرایط 1 ساعت بعد یا 2 ساعت پس مهیا کی شد، اون زمان غسل کن، باز برای نماز پیشینت دیگر با یک طهارت پوره و با یک بدن گویم تازه تو نماز میخوانی. لیکن در حالتی که نباشد شرایط، شما با آب خنک آبازی نکنین که این ضرری در بدن شما میشود. اینجا یک برادر دیگر هم تکلیف کردن در حق همون برادرهایی که در همین مسجد نو، در همین ساختمان نو سهم گذاری دارند، در حقشان دعا کنید. گفته اینجا یک چند برادرها را من نام میگیرم، در حقشان دعا میکنیم، اگر چندی که خیلی زیاد هستند. برادرمان حاجی عارف، خدا در عمر و جانش برکات دهد، که حتی در همین مسجد پهلوی نوی که کردیم خیلی سهم گذاری کلان کردن، در این اطراف در این هم کمک ایشان وجود دارد. و دیگر برادرمان اکی خیرالله بود، یک برادر دیگرمان عبدالجلیل از مسچا هست، اونم کمک کردند. یک برادر دیگر داریم میرزاخان از حصار، وی هم در همین بنای مسجد نو سهم گذاری دارند. و یک برادر دیگرمان اکی مراد که از همین انگورباغ است، سوخاز انگورباغ، که در حق مادرشان گفتند دعا کنیم. مادرشان هم یک آدم پیرانسال حاجیه هست، خداوند حجهاش قبول بگرداند و خداوند خاتمه بخیر بر این مادر نصیب بگرداند و فرزندهاش خدا از همه آفتها در حفظ امانش نگه دارد. و برادرمان دیروز از خوجندم اکی ناصیر هم مبلغ روان کردند که در همین مسجد برای بنای مسجد. و یک برادر دیگر همین سحر باز یک مبلغ دادن که در همین مسجد صرف کنید گفته. و دیگر انشاءالله باز در آخر جمعه من شخصانی که کمک کرده ایستادن میخوانم. خدا همه اون بندهانی که در این مسجد سهم گذاری میکنن، از آن جمله این بنده هایی که الحال نام ایشان خواندیم، و همه مراد و مطلوب ها خداوند موفق شان بگردانی. آمین و رب العالمین. السلام علیکم داملای عزیز، بگویید که آیت های منسوخ شده در نماز خوانده می شوند به مانند آیت 6 سوره کافرون، با احترام یکی از مخلصان شما. بله، البته آن آیت هایی که منسوخ شده که در قرآن هستند، این آیت ها را ما در نماز در عبادت استفاده می بریم. اینا در نماز خوانده، البته در نماز خوانده می شود، اینا هیچ زیان و زلل ندارند وقتی ما آیت های منسوخ شده را اگر در نماز استفاده بریم. خب، السلام علیکم حضرت داملا. آیا ما از بعض داملاها تبرک گفته چیزی میگیریم؟ آیا درست است یا نادرست؟ یعنی در مردم ما و شما هم کلمه تبرک استفاده می شود. تبرک اصلا خودش کلمه عربی هست، معنای برکات را دارد، معنای مبارک را دارد، معنای هدیه را دارد، معنای تحفه را دارد. تبرک. حضرت عروه که در صحیح بخاری روایت می شود می گوید که در یکی از جنگ ها حبیب خدا وقتی که آب دهانشان می پرتافتند، آب دهانشان که می پرتافتند در جنگ نه بلکه در صلح حدیبیه، وقتی آب دهانشان که در صحیح بخاری روایت میشه می پرتافتند، صحابه های گرامی میگوید دست هاشون پهن میکردند که همین آب دهان پیغمبر در زمین نزند. در دست هاشون میگرفتند و در رخساره هاشون میمالیدند. یعنی این تبرک جستن هم
از روی این حدیث های رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای ما و شما سنت شده است. و حتی حضرت انس هم میگوید که در حجۃ الوداع، آخران حج که حبیب خدا حافظی میکردن، در همین حج حضرت سرشان تراشیدند. وقتی تراشیدن موی های دستشان میگوید در دست حضرت ابو طلحه دادند و حضرت ابو طلحه این موی های سر چکار کردن؟ میگوید به همه صحابه ها تقسیم کردن که به هر کدام او یک تاری و دو تاری از موی پیغمبر خدا رسید. اینم با حیث یک چی بود؟ با حیث یک تبرک بودند که با صحابه های پیغمبر خدا تقسیم میکردن. حضرت عایشه صدیقه میگوید که وقتی حبیب خدا از دنیا گذشتن، جامه مبارک میگوید در خانه من بود. هر آدمی که بیمار میشد این جامه مبارک ما میشستیم، آب او را برای دعوا برای بیمارها میدادیم. اینم به حیث چی بود؟ به حیث تبرک بود. از این خاطر امام نووی در شرح شارح صحیح مسلم میگوید تبرک جستن به خاطر انا همین حدیث حبیبی خدا از لباس آدمای صالح و عالم ها هم جایز است گفتند که را امام نووی شارح صحیح مسلم هم اجازت دادند. حتی خدا رحمت کند که ابن جوزی هم روایت میکند، تاریخ ابن کثیر هم میگوید، یعنی عینی حنفی هم خدا رحمتش کند در عمدة القاری هم میگوید که امام احمد حنبل لباس امام شافعی را شستن، آب همون امام احمد حنبل نوشیدن، حضرت امام شافعی را. به این خاطر تبرک گرفتن این البته به البته جایز است. ما و شما تبرک از آدمای خیلی با تقوا و اهل علم و پرهیزکارا، ما و شما چه از طبقشان چیز باقی میماند مثال میگیریم تبرکن میخوریم، این بسیار ثواب خیلی بلند دارد. به این خاطر تبرک البته درست و جایز است.